فرزان اناز بالاخره در دبی ازدواج کرد. مادر شدن فرزان اناز از دوست پسر ایندیش و کارهای عجیب و باور نکردنی فرزان اناز در دبی. فرزانه در دبی با کی ازدواج کرد؟ فرزان اناز چرا دیگر آواز نمیخواند؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق این ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. فرزان اناز یکی از چهره‌های مشهور و سرشناس صفحات مجازی افغانستان بالخصوص تیک تاک که این روزها شهرت و محبوبیت خوبی دارد و درآمد خیلی خوبی از صفحات مجازیش بالخصوص تیک تاک دارد. فرزان اناز در سن نوجوانی میخواست دختر سینمای افغانستان شود اما نتوانست به این آرزویش برسد. فرزانه اکنون در دبی زندگی می کند و بعد از رفتنش به دبی کاملا از راه هنر آوازخوانی دوری گزید و دیگر به کارهای هنریش ادامه نمی دهد. فرزان اناز دوستداران و طرفداران صدایش در انتظار نشر تازه‌ترین آهنگ‌هایش است. فرزانه در دبی کاملا لباس‌های بدور از فرهنگ افغانی و اسلامی بر تن می‌کند که بارها مورد انتقاد شدید علاقه‌مندان و دوستدارانش قرار گرفته است. جدیداً تصاویر فرزان اناز در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی از دوست پسر ایندیش باردار شده است و به همین خاطر فرزانه به شکل اجباری با این مرد ازدواج کرده است. اما تاکنون فرزان اناز درباره جزئیات بیشتر در این باره ابراز نظر نکرده است، ولی من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این بانوی هنرمند از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. عزیزان و دوستان نهایت خوب کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. برای عضویت با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان فرزان اناز به اشتراک بگذارید. تا درود دیگر تمام شما نازنینان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.